دیده شده هم شما هم طرف مقابل خیلی تو این رابطه اذیت شدین و باید صبور باشین. این روزها میگذره و چون رابطتون روی رابطه مستحکم و قویه که ریشه داره و چیزی نمیتونه به راحتی شما رو از هم جدا کنه، حتی با وجود شکافی که تو این رابطه به وجود اومده. پس ترس و نگرانی بی خوده و سعی کنید یک کمی این روزها تعادل خودتون رو حفظ کنید و خیلی زود عصبی نشین، چون این مسئله حل خواهد شد و مثل روز اول میشه رابطتون. یه خورده دلشکستگی براتون میبینم که باید از خودگذشتگی داشته باشید و سعی کنید یه سری چیزها رو ندید بگیرید تو این رابطه. این رابطه نیاز به مراقبت داره، مثل گیاهی که نیاز به آب داره تا رشد کنه و ریشه هاش قوی و قوی تر بشه. یه مزاحم میبینم تو این رابطه، مزاحمی که از دور نظاره‌گر رابطتونه. میتونه حتی یکی از دوستاش باشه که خیلی با شما حال نمیکنه و ازتون خوشش نمیاد و تمام تلاشش رو میکنه که بینتون اختلاف بندازه، اما موفق نمیشه. یه ازدواج موفق و آرامش میبینم براتون. زندگی که میخواین بهش میرسین. طرف مقابل بعضی وقتا خودخواهانه رفتار میکنه ولی اینجوری احساس قدرت میکنه. این قدرت رو سعی کنید بهش بدین وابستتون بشه و زیاد بهش گیر ندین. شخص مقابل قلباً دوستتون داره و نمیخواد شما رو از دست بده و چکتون میکنه و حواسش دور به شما و کارا و رفتاراتون هست، حتی اگه اینو بروز نده و سعی کنه که تودار باشه. اینم از فال امروزتون. تا یه فال دیگه و ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.